سلام، به سلامت فول خوش اومدین. تمرین امروزمون کاملا روی زمین و در حالت خوابیده انجام میشه. پس هر موقع آماده بودین روی زمین دراز بکشید. حرکت اول رو نشون میدم، بعدش با هم شروع میکنیم. توی همچین حالتی قرار بگیرین، یک هیپ بریج یا پل باسن میزنیم، در عین حالی که بازوها رو بالا میاریم تا کنار گوشمون قرار بگیره. حرکات بالاتنه و پایینتنه رو به طور همزمان انجام میدیم و بریم برای شروع. توجه کنید در طول انجام این حرکت عضلات باسنتون رو به خوبی منقبض کنید و در تمام طول این حرکت و تمام تمرینات ورزشیتون همیشه حواستون باشه که نفستون رو حبس نکنید. اجازه بدین نفس کاملا در جریان باشه، حتی اگر که باعث میشه سرعت تمرین یا شدت تمرینتون رو کمی پایین‌تر بیارید. خب حرکت آخر رو هم انجام بدیم و تمام. بریم برای حرکت دوم. حرکت دوم به کنار دراز میکشیم، یک زانویی که به زمین نزدیکتر رو جلو میذاریم و با پای بالاییمون دایره های روی هوا ایجاد میکنیم. سعی کنید این دایره ها رو ابتدا در جهت رو به جلو ایجاد بکنید و هر موقع آماده بودین بریم برای شروع. 3 2 1. در طول انجام این تمرین بهتره که یک دستتون رو روی قسمت بالایی لگنتون قرار بدین تا به حفظ ثبات لگنتون کمک بکنه. کما اینکه عضلات شکم، پهلو و کمرتون رو هم منقبض نگه می‌دارین که بتونه لگنتون رو به خوبی توی جای خودش ثابت نگه داره و پاها به خوبی چرخش‌های خودش رو ایجاد بکنه. بسیار عالی، بریم برای تمرین بعدی. برای تمرین بعدی باید روی شکم دراز بکشیم، دست‌ها کنار سینه و یک حرکت کبرا ایجاد می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی با فشار دست‌ها کمرمون رو خم می‌کنیم و بالا میایم، در عین حالی که لگنمون روی زمین میمونه. آماده؟ بریم برای شروع. اگر تمرینتون رو ابتدای صبح انجام میدین، سعی کنید خم کردن کمرتون رو کاملا مینیمم و کمینه انجامش بدین تا دیسک هاتون تحت فشار خیلی کمتری قرار بگیرن. در سایر اوقات روز اگر تمرین میکنید خیلی خوبه که ابتدا نرم و با قوس کم توی کمر شروع کنید و کم کم قوس کمرتون رو بیشتر کنید. و خسته نباشید. بریم برای تمرین سوم که دقیقاً مشابه تمرین قبلی مونه، فقط برای جهت دیگه انجامش میدیم. یعنی یک زانو که به زمین نزدیکتره رو جلو میبریم و با پای بالاییمون دایره های روی هوا ایجاد میکنیم. بریم برای شروع. بسیار خوب، عالی بودین. بریم برای تمرین بعدیمون که دوباره نیاز هست روی کمرمون دراز بکشیم. برای انجام حرکت پاها رو صاف کنید، خیلی ساده بالا بیاین، 3 بار سینه ها رو باز میکنیم و بعد دوباره با کنترل برمیگردیم به عقب. اگر انجام این حرکت به این صورت براتون دشواره، پیشنهاد میکنم که زانوهاتون رو خم کنید و یک حرکت کرانچ یا نیمه کرانچ انجام بدین. سینه رو باز کنید و با کنترل برگردین عقب. آماده برای شروع تمرین؟ بریم. تکرار آخرمون رو هم انجام میدیم و میریم برای تمرین اکتیو آخر. تمرین آخرمون هم دوباره نیاز هست که روی شکم دراز بکشیم و پاهامون رو کاملا از لگن یک به یک بالا میاریم
بریم برای شروع. 3 2 1. در طول انجام این تمرین و تمامی تمرینات قبلیتون هم توجه کنید که بدن و عضلات شما به اکسیژن نیاز دارن. پس نفستون رو حبس نکنید. برای تکرارهای پایانی این تمرین میتونید کمی سرعتتون رو بیشتر کنید. بسیار خوب، این تمرینمون هم تموم شد. میریم سراغ حرکت آخرمون که یک استرچه. استرچ برای پشت ران و عضله مربع کمری. ابتدا دستتون رو به پنجه پا برسونید، پنجه رو به سمت خودتون بکشین و بعد در جهت همون پایی که جلو هست به سمت بیرون خم بشین. اگر انجام این حرکت خیلی تحت فشار قرارتون میده، یک حوله دور پاتون بندازید و حوله رو به سمت خودتون بکشین و مطمئن باشید که نیازی نیست که حرکت رو با شدت خیلی زیاد تحمل بکنید. هر چقدر میتونید آروم انجامش بدین، ولی انجام بدین. نفس ها نباید حبس بشه و مطمئن باشید به مرور زمان میتونید به خوبی حرکت رو هر جوری که دلتون میخواد توی حرفه‌ای ترین حالتش انجام بدید. خیلی خوب، پاها رو عوض میکنیم. برای این تمرین 30 ثانیه تایم در نظر گرفتیم که میتونید در وسطش روی 15 ثانیه همزمان با من کمی پاهاتون رو رها کنید، یک نفس عمیق بکشین و بعد ادامه بدین. یا اینکه اگر دوست داشته باشین میتونید تمرین رو یک سره 30 ثانیه نگه دارید. باز هم لازم به ذکره هیچ وقت نفستون رو حبس نکنید. بسیار خوب، تمرین امروزمون انجام شد. اگه دوست داشتین یک بار دیگه دورش کنید. روز خوش، خدا نگهدار.